شبکه ملی مردمی من و تو، خطاب به پسمانده های 57 و نسلی که از اونها ساخته شد. دیگه الان حالا نوبت شکایت از آقای پرویز ثابتی رسیده. تخریب خاندان ایرانساز پهلوی و ساواک تنها کاریه که شماها بلدین. چرا تموم نمیشین؟ چرا یک بار برای همیشه به ایران فکر نمی کنید؟ چرا فکر نمی کنید که به صورت غیر مستقیم در فریاد این مادرها شماها نقش داشتین؟ شمایی که پدر بزرگها، مادر بزرگها، خاله ها، عمه ها، عموها، دایی هاتون در فاجعه 57 دست داشتن و رقم زدن اون فاجعه مرگبار رو. بس نمی کنید؟ چند خانواده دیگه باید به سوگ فرزنداشون بشینن تا شما یاد بگیرید دست از تخریب خاندان ایرانساز پهلوی و ساواک که جز عشق به ایران و ایرانی چیزی رو انجام نمیداد بردارید؟ چرا تموم نمیشید؟ چرا یاد نمیگیرید به ایران فکر بکنید؟ به ما بگید شما کار دیگه جز این بلدین؟ جز تخریب کردن این دو گروه کار دیگه هم یاد گرفتید؟ تموم شید، تموم بشید. پاینده ایران و ایرانی جاوید شاه تا ابد. اینو میفرستم برای شبکه ملی مردمی من و تو.